بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض و سلام و احترام خدمت ملت نجیب و شریف و پرافتخار ایران، درود خدا بر اجداد و نیاکان شما با همچون صحابی جلیل القدر حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه، همچون بزرگان جهان اسلام مثل راویان حدیث‌های صحیح با سند سردار دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، مثل بخاری، ابو داوود، ترمذی، نسائی، مسلم و حاکم نیشابوری و ابن ماجه و دیگر بزرگان ایران زمین، عارفان، شاعران و حکیمان که بعد از صحابه و تبع تابعین که هر کدام این بزرگواران به نوبه خویش چه خدمات بزرگ به جهان اسلام کردند که سخت کوشیدند برای پخش و نقش قرآن مجید و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم در قاره آسیا، افریقا، بخش از اروپا و رسانیدند این نور توحید یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله که تا هنوز پیروی میکنند از قرآن مجید و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. سلام و درود خدا بر شما ای بزرگان ایران زمین. نفرین و لعنت خدا بر کسانی باد که این افتخار جهان اسلام را از این ملت و پرافتخار ایران زمین گرفتند، خود و کوچک کردند ایران بزرگ را، دین و مذهب جدایی از اسلام ولی به نام اسلام، با کشتار و قتل عام و سوختاندن این ملت و پرافتخار به نام مذهب شیعه یعنی پیروان اهل بیت بزرگ بر این ملت یکتاپرست و توحیدی تعمیر کردند که پایه و اساس این مذهب مخالف با خدا که خدای بزرگ را ناتوان معرفی می کند که نتوانست قرآنش را حفظ کند، مخالف با پیغمبر که نتوانست رسالتش را کامل کند، یعنی اون دروغ که بر خدا می بندند، یعنی امامت علی که از جانب خدا بود پیغمبر از دست اعلان نکرد و با بیشرمی و بی‌حیایی توهین کردن و فحش ناسزا بر همسر جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم و فحش ناسزا بر یاران و با وفای سردار دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. آیا ملت شریف ایران به این بلوغ فکری نرسیدند که مدت 2 ساعت از این عمر خدادادی خود سر را در جیب تفکر فرو برند و پایان زندگی فکر کنند، وجدان خود را قاضی کنند که وجدان یگانه داعی است که احتیاج به قاضی ندارد. بیایید از خودمان سوال کنید چرا بعد از 35 سال جوانان ایرانی مسیحی میشوند؟ چرا جوانان ایرانی دوباره زرتشتی میشوند؟ یا کسانی که خداوند به اونها توفیق میدهد که قرآن مجید دنیا آورند این مذهب کلک و فریب و دروغ را ترک میکنند و چنگ میزنند به قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیایید فکر کنید که چرا مایان تغییر میکنیم، یعنی چرا دروغ میگوییم در حالی که خداوند دروغگویان را لعنت میکند. از خودمان سوال کنید آخر چرا مایان به ناموس پیغمبرمان فحش ناسزا و بدبی را میگوییم؟ آخر چرا مایان با یاران پیغمبرمان دشمنی داریم؟ آخر چرا مایان خلاف دستور پیغمبرمان عمل میکنیم؟ آخر چرا قرآن مجید را تحریف شده میدانیم؟ آخر چرا مایان مدت 35 سال است که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل که راه قدس از کربلا میگذرد شعار میدهیم در حالی که با کشتار مسلمانان در عراق، سوریه و یمن مشغول هستیم با قتل عام، کشتن و سوختن و تجاوز به ناموس امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. بیایید از خودمان سوال کنید آخر چرا هوای خراب کردن مکه و مدینه را بر سر می‌فرورانیم؟ بیایید از خودمان سوال کنید که این چه دین و مذهبی است که مایان از آن پیروی می‌کنیم؟ پس شما ای برادر عزیز و خواهر محترم شما خودتان قضاوت کنید. پس بدانید که ای ملت شریف ایران که این آخوندهای رافضی نمایندگان یهود و نصارا است که با اسلام این ظلم‌های نابخشودنی را بر شما ملت شریف روا می‌دارد. و این را بدانید ای ملت زندانی شده به دست این آخوندهای یهودی، و این را بدانید اگر ظلم که بر اهل سنت میکنند، اگر مساجد اهل سنت را خراب میکنند، اگر علمای اهل سنت را شهید میکنند، به خدا قسم که این ظلم بر اهل تشیع به مراتب بیشتر است. اولین ظلم که بر اهل تشیع کردند و میکنند این است
آن چیزی که اصل اسلام نام محمدی را تشکیل میداد، یعنی پیروی عمل کردن به قرآن مجید و پیروی و عمل کردن بر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، این اولاد حضرت سلمان فارسی را دور نگه داشتند. دومین ظلم که بر این ملت مسلمان مظلوم کرده و میکنند این است که این مردم خوشباور را از سوی یکتاپرستی و توحید به سوی مخلوق، اون هم مرده ها، به سوی شرک و خرافات و بدعت و غیر خدا دعوت میدهند، در حال که الله جل جلاله میفرماید که بندگانم خدایتان من هستم، من اجابت کننده دعایتان هستم، من با تمام اعمال شما حاضر و ناظر هستم، من از درد گردن با شما نزدیکتر هستم، من را بخوانید خیر، من را نخوانید که شرک است، من از شرک بیزارم. این ظلمی است بر خدا که هیچگاهی بخشیده نمی‌شود. سومین ظلم که نابخشودنی که بر اهل تشیع کردن این است کلام رب العالمین قرآن مجید را غیر قابل فهم و تعریف شده معرفی کردند و از همه کفر بالاتر که پروردگار عالمیان را عاجز و ناتوان معرفی کردند که نتوانست قرآنش را حفظ کند. و این امت مسلمان و اولاد حضرت سلمان فارسی صحابی جلوغت را در حالت شک و تردید راجع به قرآن مجید نگه داشتند. چهارمین ظلم و توهین کردن به این ملت پرافتخار این است که با عقل و شعور این ملت مظلوم و اسیر به دست این آخوندهای رافضی اسبابی میکنند. پنجمین ظلم نابخشودنی که در حق این ملت مظلوم میشود این است که سخت میشکند غرور این ملت را و زیر پا میکند شخصیت و حیثیت و غیرت و شجاعت این ملت را به نام صیغه بر ناموس این ملت شعبدانی میکنند این دشمنان قرآن. اگر این عمل زنا یعنی صیغه اینقدر ثواب دارد، کسی که صیغه میکند بعد از این عمل زنا غسل میکند، هر قطره آبی که از بدن این زانی میچکد تمام گناهانش بخشیده میشود. چرا این آخوندهای رافضی از این ثواب اهل بیتشان را دور نگه میدارند؟ چرا این اهل منبری ها دفاتر برای اهل بیتشان باز نمی کنند که مردم صداقت این تضامن را ببینند؟ ای ملت شریف ایران، بیدار شوید که به نام اسلام و ولایت فقیه و امام زمان خوب کلاه گذاشتن سرتون. ششمین ظلم که بر این ملت مظلوم و اسیر به دست این آخوندهای رافضی یهودی شده است این است که این ملت مسلمان را از صف اسلام خارج و به صف کفار داخل کردند. از ایشان خمس میگیرند در حالی که خمس مال غنیمت است که از کفار به دست می آید و اون زکات است که از مسلمان گرفته میشود، نه خمس. ای ملت بیدار شوید، به کجای کار هستید؟ در آخر این دشمنان اسلام به نام دین، به نام اسلام، به نام محبت اهل بیت که در هیچ جای از قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم به نام عزاداری ذکر نشده است که به شدت قرآن مجید و سنت رسول الله نهی فرموده است از گریه کردن، جزع فزع، بر سر صورت زدن و خود را خونمال کردن، که حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید که از ما نیست کسی که بر سر صورت بزند و جزع فزع کند، که این شکایتی است از الله جل جلاله. و خدا نمیدانم این ملت ایران ملت شریف و نجیب است که چقدر این آخوندهای رافضی یهودی با این ملت ظلم میکنند و دشمنی دارند و هر سال که این آخوندهای رافضی میکنند این ملت مظلوم به ساد این دشمنان دین و دنیایشان میرسند. ولی این دشمنان دین و دنیایشان با این همه ظلم و نابخشودنی که در حق این ملت مظلوم روا داشته‌اند باز هم دل پر از بغض و کینه و فریب زمینه لطکوب و خونمال کردن این ملت اسیر را فراهم میکنند به نام عاشورا و تاسوعا که به مدت 40 روز با ماتم می نشانند این ملت مظلوم را و شیطان به منبر شیطانی بالا می رود در حالی که شیطان با خدا دشمن است و شروع می کند به دروغ گفتن که نامش را روزخوانی گویند و این ملت مظلوم را آگاهانه به دست خیش خدا می زنند و خونمال می کنند این جسم امانت خدایی را. ای ملت شریف ایران بیدار شوید که قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره به سراغتان آمده است و ترک این مذهب شیعه صفوی دروغ را و چنگ بزنید به قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که این است بیشه و اصل اسلام، که هم در حاضرت کامیاب باشید و هم در آخرت. و السلام، قضاوت با شما.